سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از پرزیدنت امریکا خواستند که با حاکمان آسیای مرکزی موضوع حقوق انسان را هم بردارد. رستم امامعلی به ورزشگرانی که در بازی‌های آسیا مدال میگیرند خانه وعده کرد. شیف یووان یا چرا مسئله ها را به جای رئیس و راننده رئیس حل می کند؟ یک پیلوت در اوکراین کشته شده از تاجیکستان بوده است. فرار محبوس تاجیکستانی کمالجان کلانوف از محبس روسیه. از روسیه تا تاجیکستان آمدند و در پیش خانهشان هلاک شدند و اکنون تفصیلات خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 18 سپتامبر سال 2023 در یک اظهارات گفت پرزیدنت امریکا جو بایدن در ملاقاتش با 5 پرزیدنت آسیای مرکزی باید مسئله حقوق انسان را در محور قرار بدهد. نخستین ملاقات پرزیدنت‌های امریکا و آسیای مرکزی قرار است روز 19 سپتامبر در نیویورک در حاشیه اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. دیدبان حقوق بشر گفت در حالی که حمله روسیه به اوکراین منطقه از معدن‌ها بای و از لحاظ استراتژیکی مهم آسیای مرکزی را در محور توجه قرار داده است و هم امریکا و هم اتحاد اروپا از حکومت‌های این منطقه تقاضا دارند که به مسکو امکان و مجال استفاده قلمروشان را برای پشت پا زدن تحریمات به ضد روسیه به دلیل جنگش با اوکراین اعمال شده را ندهند. جو بایدن نباید امکان بدهد که مسائل داغ حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی زیر سایه بماند. از بس که هم امریکا و هم اتحاد اروپا در پی جنگ روسیه به ضد اوکراین جهت تحکیم روابطشان با آسیای مرکزی تلاش می‌ورزند، باید جهت رعایت معیارهای بنیادی حقوق قانون و حقوق انسان کفالت بگیرند. بایدن باید در مورد قطع تعقیبات انگیزه‌هایشان، سرکوب آزادی سخن و بجزا ماندن حالت‌های شکنجه و بدرفتاری پلیس از این حکومت‌ها اندیشیدن چاره‌های قطعی را طلب کند. در بخش مربوط به تاجیکستان در اظهارات گفته می شود که حکومت این کشور تعقیباتش در ساحه حقوق انسان و آزادی‌های اصلی را افزایش داده، اعتراض‌های آسایش‌تر را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال‌های 2021-2022 بیرحمانه سرکوب کرده، از اتهامات قلبکی به ضد حامیان حقوق برای نقارگیری از آنها برای فعالیت‌های کسبیشان سوء استفاده می‌برد و شماره زیاد سازمان‌های جامعه شهروندی را برهم داده است. حامیان حقوق معتقدند که امریکا باید مسئله وضع سنگین حقوق انسان در تاجیکستان را بردارند و پیش از گسترش مناسبت‌ها باید به پیشرفت‌های مشخص در این مسئله نائل شوند. همین طور به عقیده حامیان حقوق امریکا باید از حکومت قزاقستان تحقیق موردهای مرگ انسان‌ها و دیگر حالت‌های نقض حقوق انسان را در جریان سرکوب خونین اعتراض‌های ماه ینور سال 2022 که دست کم 238 کشته به جا گذاشت طلب کند. در قرقیزستان نیز بنا به مشاهده‌های دیدبان حقوق بشر پسرفت جدی نظر به سال‌های پیش به نظر می‌رسد و مقامات فضا را برای مطبوعات و جامعه شهروندی تا رفت تنگتر کرده ایستادند. همین طور ترکمنستان یکی از کشورها از همه بسته و تعقیبات نه فقط در آسیای مرکزی بلکه در جهان نامبر شده گفته می شود که با وجود اخیراً بر اساس آزاد شدن چند محبوس سیاسی باز هم محبوسان زیادی با پرونده‌های سیاسی در محبوس‌های ترکمنستان باقی میمانند. دیدبان حقوق بشر همین طور از پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف را به باد انتقاد کشیده گفت وعده اصلاحات سیاسی در این کشور عملی نشد، بلکه اخیراً میرزیویف با تغییر قانون اساسی زمان ریاست خود را باز برای دست کم 14 سال دیگر تمدید کرد. اظهارات آمادگی رهبران آسیای مرکزی برای اشتراک در این ملاقات فرصت است برای بایدن تا پیام روشن بدهد که مناسبت‌های شریکانه باید بر روی رعایت معیارهای بنیادی حقوق انسان ساخته شود. اگر حقوق انسان آسیای مرکزی کفالت داده نشود، ثبات درازمدت در این منطقه زیر سوال قرار میگیرد. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان روز 18 سپتامبر سال 2023 با هیئت دسته منتخب تاجیکستان که در بازی‌های 19 آسیا اشتراک می‌نمایند واخورده است. بازی‌های آسیا از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر خنژو چین دایر گردیده، در آن ورزشگران 45 دولت قاره آسیا اشتراک می‌نمایند.
دسته منتخب تاجیکستان در هیئت 118 ورزشگر در 19 نوع ورزش قوه‌آزمایی خواهند نمود. قبلا گفته شده بود که از جانب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس کمیته ملی المپی جمهوری نیز است، با ورزشگرانی که در بازی‌های آسیا نشان طلا میگیرند 150,000 سومانی، برندگان نشان نقره 100,000 سومانی و صاحبان نشان برنجی 50,000 سومانی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده می شود. بنا به اطلاع شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه علاوه در ملاقاتش با ورزشگران رستم امامعلی خبر داد که برای دستگیری ورزشگران در بازی‌های 19 آسیایی قرار ویژه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن به گیرندگان مدال طلایی خانه 3 حجره‌دار، مدال نقرگی 2 حجره‌دار و مدال برنجی خانه 1 حجرگی را تقدیم می‌کند. تا کنون در چندین مورد علایده شهرداری دوشنبه به چند ورزشگر برای پیروزی در مسابقه‌های بین المللی در پایتخت خانه داده بود، ولی چنین قرار ویژه برای هوسمند کردن ورزشگران تاجیک بار اول تصویب می شود. در فرجام ملاقات رستم امامعلی پرچم تاجیکستان را به تیمور رحیموف پرچمبردار تیم یکچین سپریده به ورزشگران تاجیک در بازی‌های آسیا آرزوی موفقیت کرده است. یکی از 2 پیلوت در اوکراین کشته شده چرخبال می 8 که آن را ماه آگوست از ولایت کورسک روسیه به اوکراین بردند در حقیقت زاده تاجیکستان بوده است، اما نام او نه خورشید که بعض قبلا خبر داد بلکه خوشبخت ترسونوف بوده است. چند هم سابق زاده تاجیکستان خوشبخت ترسونوف 35 ساله در آموزشگاه حربی هوانوردی سیزرن به نشریه دولتی روسیه رسیه سیوادنیا تصدیق کردند که یکی از کشته شده ها میتواند ترسونوف باشد. ماکسیم کوزمینوف پیلوتی که اون چرخبال را به اوکراین برد و سپرد نیز ختم کرده آموزشگاه سیزرن است. یکم کسب ترسونوف گفته است که خوشبخت بعد ختم آموزشگاه به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 در وطنش کار کرد، ولی سال 2015 باز به روسیه اومد و یک مدت همچون پاسبان کار کرد. خوشبخت سپس از شهروندی تاجیکستان دست کشید تا که بتواند در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت کند. همصحبت رسیه سیوادنیا گفته است که خوشبخت ترسونوف چند ماه آخر همراه کوزمینوف در یک چرخبال پرواز میکردند و میگفته است که کوزمینوف کم کم میترسد. او با ماکسیم دائم همراه پرواز میکردند و میگفت که نقطه ضعیف ماکسیم این است که او هنگام پرواز میترسد. البته خوشبخت وی را روی راست ترسونچک نمیگفت. به گفته وی خوشبخت بیش از 5 سال در ارتش روسیه خدمت کرده، میخواست به هویت ملکی گذارد، ولی بعد شروع جنگ ضد اوکراین این نقشه خود را به قفا انداخت. او میگفت حالا وقت پرتافتن خدمت نیست. او هیچگاه از راه خود عقب نمیگشت. افزوده است همصحبت رسیه سیوادنیا. دوستان دیگر خوشبخت ترسونوف نیز او را همچون یک خلبان خوب با سواد و عاقل توصیف کردند. اولین شده تلگرام کانال باز یک نشریه به مقامات قدرتی روسیه نزدیک روز 16 سپتامبر سال 2023 خبر داد که اسم 2 خلبان یا پیلوت را که در داخل چرخبال از ولایت کورسک روسیه ربوده و به اوکراین برده شده معاین کرده است، ولی در گزارش باز اسم آنها نیکیتا و خورشید گفته می شود. این چرخبال نسبتا نو سال ساختش 2016 روز 9 آگوست ربوده شد. تنها روز 7 سپتامبر سرریاست جاسوسی ارتش اوکراین تصدیق کرد که این نهاد یک پیلوت روس را برای گذشتن به طرف اوکراین و با خود به اوکراین آوردن چرخبالش مایل کرده است. به پیلوت روس ماکسیم کوزمینوف برای این کارش $5,000,000 جایزه دادند، ولی 2 پیلوت دیگر که نیز در چرخبال بودند ولی از تسلیم شدن سرکشی کردند از بین برده شدند. دادگاه جوان تاجیک را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی قزاقستان قسم 4 ماده 255 سوءقصد به عمل تروریستی و قسم 1 ماده 256 تبلیغ افراطگرایی گوناگون شناخته است. بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه شهروند تاجیکستان طرفدار عقیده دینی افراطی بوده در فکر انجام حمله تروریستی بوده است. او گویا همچون هدف حملهش مزار صوفی مشهور خواجه احمد یسوی در شهر ترکستان را انتخاب کرده ماه فوریه سال 2023 به این شهر آمده است و در یک مهمانخانه جای گرفته با نام‌های قلبکی توسط شبکه‌های اجتماعی و مسنجرها در پی جستجوی همعقیده و شریکان برای اجرای نقشه حمله شده است. یک دختر با 2 برادرش که طور بعداً آشکار شد کارمندان کمبه یا کمیته امنیت ملی قزاقستان بودند با جوان تاجیک تماس گرفته
خود را هم عقیده او نشان دادند و به باوریش در آمدند. طبق مواد پرونده آنها بعد چند رو به رو خورده پیرامون مسائل دینی صحبت کردند و به مزار خواجه احمد یسوی جوان تاجیک گویا گفته باشد که همه آنهایی که در این مزار نماز و دعا میخوانند کافرند و باید از بین برده شوند. جوان تاجیک گویا باز چندین بار دیگر همراه دوستان نوش از این مزار دیدن کرده نقشه مزار را آموخته است که آیا در کدام قسمت‌هایش مواد ترکنده گذاشته بهتر کنند. او برای ساختمان بمب حتی اینترنت رو سیر کرده راهنما برای ساختن بمب را جستجو میکرد. بنا به شهادت اون 3 نفر جوان گویا میخواست 4 بمب ساخته در 4 کنج مزار گذارد و زمان تجمع مردم زیاد آنها را بهتر کند، ولی اون دختر و برادرانش که کارمندان امنیتی بودند نگذاشتند که این نقشه اجرا شود. جوان را با اتهام آمادگی به حمله تروریستی به حبس گرفتند، ولی در دادگاه اون جوان فرضیه کاملا دیگر را نقل کرده است. به گفته جوان تاجیک او با یک دختر ساکن ترکستان عاشق شد و میخواست به او ازدواج کند، ولی 2 برادر وی این جوان را مجبور کردند که اول یگان حمله تروریستی انجام دهد. جوان گفته است او را فریب داده به این کار وادار کردند وگرنه یگان فکر حمله در سر نداشت. دادگاه این دعوای جوان تاجیک را قبول نکرد و گفت که گناه او را مواد جمع آورده تفتیشات اثبات میکند، ولی اینم گفته نیست که تفتیشات و دادگاه یگان دلیل با یگان گروه افراطی یا تروریستی ارتباط داشتن این جوان تاجیک را پیدا کردن نتوانستند. با حکم دادگاه جوان تاجیک در عموم به 11 سال حکم زندان نظامش میانه محکوم گردید. حکم او هنوز قوه قانونی نگرفته است. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. نمیدانم اهمیت دادید یا نه، ولی وقتای آخر بسیاری از منصبداران در تاجیکستان در پهلوی خود نفران مورد اعتماد خود را جابجا کرده مسئله های حساس از جمله مسئله های رو که به قول معروف پول دارند توسط همین آدمان خود حل میکنند. این کار را بهرام عنایت زاده در وقت شهردار استرافشن بودنش تجربه کرده بود. اون وقت راننده او با لقب جانی همه صاحبکاران استرافشن را به داد آورده از نام عنایت زاده از آنها به هر بهانه از یکی پول و از دیگر چند ماشین خشت یا یگان ماشین آرد یا گندم کنده می گرفت. در نهایت جانی را وقتی پولگیری داشتند و وقتی که ما در این باره مقاله با نام جانی کیست نوشتیم، شهرداری استرافشن رسما ردیه نوشت که راننده با چنین نام در مقامات اجرایی دولتی این شهر اصلا کار نمی کند. در نهایت بهرام عنایت زاده آن راننده اش را برای آن که او را نفروخت و این همه تمجوی ها را به کلای خود گرفت کمک کرد و با جریمه از جوابگری خلاص کرد. عنایت زاده بعد این عین کار را در شهر کولوب سازمان داد و مسئله های پولدار به مثل قطعه های زمین را در اینجا بازم توسط راننده‌اش انجام میداد و در نهایت به دست افتاد و با جرم گرفتن پوره و دیگر عملهای کروپسیونی به 12 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه او را چنان حیرت زده کرده بود که در تالار دادگاه فریادم کشید که در تاجیکستان عدالت سودی نیست. شریفی بختیار محمدزاده که قبلا در مقام معاون وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان کار میکرد تازه ماه ینور سال 2023 رئیس نویه یوون تعیین شد. ظاهرا این هدف از تعیین یک مقام وزارت صنعت برابری یکی از نویه‌های صنعتی جمهوری جانوکتر کردن فعالیت سوای صنعت در این قلمرو بود. بختیار شریفی به یوان همراه راننده‌اش که دلیر نام دارد آمد. در بین مگی چند ماه دلیر توانست تقریبا تمام امور نویه یوان و تقسیم قطعه‌های زمین تا تعیین رئیسان جماعت‌ها و به دیگر منصب‌ها در مقامات محلی را به دست خود گرفت. معلوم نیست که این راننده رئیس یگان معلومات اولی دارد یا نه، ولی کارمندان حکومت نویه یوان میگویند رئیس نویه بختیار شریفی بجز از رانندگی همچنین وظیفه یاردمچی خود و هم سردار شعبه کادرها را به دلیر سپرده است. رئیس نویه حتی در یک جلسه از همه خواسته است که به راننده او دلیر رئیس گفته مراجعت کنند، چون که او هم حالا رئیس شده است. حالا کسی بدون اجازت دلیر به پیش رئیس نویه در آمدن نمیتواند و اگر کسی شکایت کند او بر رویش میگوید که منم شیف یوان، من حل میکنم که به کدام منصب تعیین شود و کی نه. بعد ناب شدن رئیس نویه و آمدن بختیار شریفی، اهل دین عبدالجلیل را
از مقام رهبر دستگاه آزاد کرده به جایش امامعلی فیض‌الله زاده را تعیین کردند. ولی فیض‌الله زاده به کار افتادگان اقرار میکند که از دستش چیزی نمیآید. او را تنها برای نمود به این مقام تعیین کردند. او به کار افتادگان مشورت میدهد که به راننده رئیس دلیر مراجعت کنند. مطمئنیم که این حالت را در بسیاری دیگر از شهر و نویای تاجیکستان میتوان دچار شد. شهروند تاجیکستان کمالجان کلانوف که قریب 20 سال را در محبس روسیه پشت سر کرده، روز 18 سپتامبر سال 2023 در روزی که باید آزاد میشد از محبس سکونتی رقم 19 واقع در شهرک مرکو ولایت ایرکوتسک فرار کرده است. در مرکز مطبوعات خدمات زندانهای ولایت ایرکوتسک به خبرگزاری روسی تاس گفتند که کمالجان کلانوف را تحت جستجو قرار دادند. 18 سپتامبر سال 2023 در محبس سکونتی نزد محبس رقم 19 معاین کرده شد که یک محبوس سال تولدش 1974 حضور ندارد. امروز روزی از محبس آزاد شدن او بود. برای فرار به او تا 4 سال دیگر زندان تهدید میکند. خبر دادند در اداره زندانهای ولایت ایرکوتسک بنا به شرح این اداره در محبس سکونتی محبوسان را بدون پاسبان نگاه می‌دارند و آنها در داخل محبس سکونتی آزادانه رها میکنند و با اجازت ماموریت میتوانند به بیرون از محبس ولی تنها در دایره شهرک هم بدون پاسبان بروند. کمالجان کلانوف یک روز قبل برای رفتن به بیرون اجازت گرفته است و می بایست در ظرف 24 ساعت برمیگشت، ولی با وجود گذشتن مهلت نیایی او به محبس برنگشته است. کمالجان کلانوف سابقه جنایی بوی داشته. او را بار اول در سالهای 90 با جرم تشکیل گروه متشکلانه جنایی و فرزندخواندگی غیر قانونی زندانی کردند. کلانوف سال 1997 از زندان آزاد شد، ولی الکی در سال 2003 او را با جرم‌های سنگین‌تر کشتار، غارتگری و طمع‌جویی به 22 سال زندان محکوم کردند. روز 18 سپتامبر کلانوف را باید پیش از مهلت آزاد می‌کردند. معلوم نیست که بعد بیرون رفتن با او چه شده است، ولی یک از مقامات این است که شاید او از این می‌ترسد که بعد رهایی به تاجیکستان اخراجش می‌کنند. مقامات روسیه همه محبوسان خارجی را بعد به پایان رسیدن مهلت حکمشان اخراج میکنند. حادثه دیگر این است که مثل بسیاری از محبوسان دیگر سابقه دار کمالجان کلانوف در این 20 سال به محیط محبس از جمله به اینکه سرپناه بالای سر ندارد و خوراک و پوشاکش هم تامین کرده می شود عادت کرده است و شاید آزاد شده نمیخواهد. بنا به آمار اداره فدرالی زندانهای روسیه تا 1 ینور سال 2020 در زندانهای روسیه بیش از 7000 شهروند تاجیکستان هدای حکم می‌کردند و بیش از 1200 زاده دیگر تاجیکستانی در بازداشتگاه تحت تفتیش قرار داشتند. طوری قبلا خبر دادیم روز 17 سپتامبر سال 2023 در یک صدمه در نزدیکی اسفره 2 ساکن این منطقه به هلاکت رسیدند. منابع پایگاه خبری بامداد با ارسال یک ویدیو از جای حادثه خبر دادند که بابا شورامتوف ساکن 58 ساله اسفره با ماشین اوپل زفیره مهاجران از دهه وروخ را که از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه به وطن برمیگشتند به اسفره می آورد. ولی وقتی که تو رسیدن به خانه‌هاشون همگی چند کیلومتر دیگر مونده بود، ماشینشون به یک مرسدس برخورده و در نتیجه بابا شورامتوف و یک مسافرش فرزان سفروف ساکن 43 ساله اسفره یکی در جای حادثه و دومی در بیمارستان جان دادند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 17 سپتامبر سال 2023 در 3 صدمه در راههای جمهوری 4 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر زخمی شدند. از جمله 17 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 11:25 راننده ماشین تمغه اوپل زفیره شورامتوف بابا سال تولدش 1965 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد اسفره گلستان در کیلومتر 115 شاهراه اسفره خوجند از سوی اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس پرینتر تحت اداره راننده رحیموف پرویز سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل زفیره شورامتوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین مسافر اوپل زفیره
سفر فرزان سال تولدش 1980 ساکن همین شهر جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. همچنین صبح 7 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 04:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل زفیر نظرف امام جان سال تولدش 1972 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت در شورای دوشنبه 5 پایان در کیلومتر 120 در حدود نویه بلخی از دوره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه وز تحت دوره میرزایف عزت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه جیهون برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه وز میرزایف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر ماشین مذکور عبدالعلیموف امام جان سال تولدش 1995 ساکن نویه جیهون جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. همزمان راننده ماشین تمغه اوپل زفیر نظرف و مسافرانش احمد و نزاکت سال تولدش 1969 ساکن همین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طور نیمه دوم روز 7 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حکیموف شاکر سال تولدش 1986 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در شورای ترسونزاده دوشنبه در حدود جماعت دیهاتی رضای شهر ایسار از دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگر تقویف مقیم جان سال تولدش 1975 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر تقویف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت آید بین حادثه‌ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 27 ساله ساکن نویه اسپیتامین آغاز کرده شده است. گمان بر شونده شام 7 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه در زمین‌های حدود جماعت دیهات سربند نویه مذکور با مقصد قصد رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با مرد 26 ساله ساکن همین نویه جنگ و جنجال نموده با مشت 2-3 مرتبه به قسمت سر و رویش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. 18 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا امامتوف محمد سال تولدش 1994 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت محلی سفروف به سمت محلی چپایف هنگام رسیدن در کوچه چپایف از دوره وسطای نقلیات نبرآمده طفل خردسال حیدروف سید عبدالله سال تولدش 2021 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خردسال حیدروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 11 نوامبر سال 2022 مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش درآمده از او 235,000 سومانی برای گرفتن قرار درباره استفاده زمین در شهر وحدت گرفته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.